اینجا دوشنبه در موج رادیوی فرهنگ. شنوندگان ارجمند، گفتار امروزه ما به یکی از مراسم‌های ملی تاجیکان سیر گلی لاله بخشیده می شود. تاجیکان از قدیم الایام عنعنه و رسم و رسوم خویش را پاک داشته و نوابسته از حوادث روزگار به جا می‌آورند. اکثر رسم و تعامل مردم ما وابسته به فصل‌های سال صورت می‌گیرد. هر فصل در رابطه با خصوصیت‌های خاصش عنعنه‌های مردمی را در خود تجسم می‌نماید. اکثر عنعنه و رسم و رسوم ملی ما با آمدن بهار، احیاشوی طبیعت راست می‌آید که ساکنان تاجیکستان عزیز فرارسی بهار را انتظاری می‌کشند. بله، هنگامی گشت و گذاری عمومی در این ایام مردم به عنعنه‌های اجدادی وابسته به آب، آتش، باد، خاک، درخت که رمز سرسبزی حیاتند توجه خاص ظاهر می‌نمودند. روایت میکنند که پس از کشته شدن سیاوش از زمینی که در آن خون سیاوش ریخته بود گلی میروید که ساکنان آن را لاله نامگذاری میکنند و همه ساله در آن ایام همچون رمز احترام به سیاوش پهلوان مردم در آن موضع گرد آمده از آن دلیر یادآوری میکنند. همچنین برگزاری این مراسم ها رمزی رهایی از سردی های زمستان و دریافت نیروی حیاتی به شمار میرفتند. از قدیم الایام گذشتگان ما به خاک همچون رکن مقدس نروی رسان انسان اعتقاد دارند و محض با فرارسی فصل بهار و احیای طبیعت محیط ما رنگین و دلربا گردیده حیات انسان معنی دیگر پیدا میکند. اصلا وطن اساسی گلی لاله باشد. این عضو مرکزی می باشد. از اینجا من از سالهای پیش همین گلی لاله رو گرفته میبرم به عربستان. از عربستان باشد پس از آن به ترکیه گرفته بوده باشد و از ترکیه باشد و австрия میبرن. از австрия باشد بعد به خودی گلند میبرن. من امروز باشد اشتری ما میدونیم میگن که وطن اساسی گلی لاله این گلند است. این جایی که گلند این رو 3 سال میکند، یعنی از اینها گرفته فقط با طریق سلکسیا زیاده از 2400 نمود که حالا با معرفت با 700 نمود اون رو در دیگر مملکت‌های دنیا پرورش میکنن. همگی ما عموما 7 رنگ داریم، لیکن با طریق سلکسیا زیاده از 500 رنگ کرده شده است. گلی سرخ و سفید و سیاه و گل‌های سفید لب‌های سرخ یا که گل‌های لاله سرخ لب‌های سفید یا که نارنجی. ما با واسطه نمودهای رنگ‌های گل‌ها دیده بعد ما نقاشی میکنیم. مثلا صورت دل میکشیم یا که یگان لوره ها میکشیم، چارکنجه ها میکشیم. من همین خیلی نقش نگار میکنیم من با واسطه همین گل‌ها. این عنعنه اونچنان به حیات مردم ما وارد گشته است که حتی زنان و بانوان هنرمند در پوش و دفعه‌های گوناگون
با اخلاص و اعتقاد آن را کشیده‌دوزی می‌کنند. در ادبیات خطی و شفاهی نیز گل لاله به معنی پیام بهاری، رمز سرخرویی، رمز محبت استفاده گردیده است. کنی گلاتون دیدم کنی بینم کنی به هوروی اینا بیا تو به پای قدم بیا خان زنی اشکال بری سیارت خود من بری دختر والله شو دیدم هم نکسا نوروزی بهار ایدی دیدان است بلبل و نوا در گلستان است نوروزی بهار ایدی دیدان است بلبل و نوا در گلستان است امروز و هوای باغ داره دل من حسابای تو از دماغ بیرون نرود برویم به سیر لاله رویم به سیر لاله ای جانانکی لب شکر ما را دید و خنده کرد ای با کمانی ابرویش ای ما را به خود بنده کرد ای جانانکی لب شکر ما را دید و خنده کرد ای با کمانی ابرویش ای ما را به خود بنده کرد یک تکیدم من گله یک دو تکیدم من گله مزه کده شنیدم آوازکی بلبله رویم به سیر لاله رویم به سیر لاله رویم به سیر لاله رویم به سیر لاله هجان هدا دستیرت منه دلم راضی نمی باشد گلم با دیگران باشد داده دلم راضی نمی باشد گلم با دیگران باشد داده کجا راضی شود بلبل که گلزارش خزان باشد داده ننالند بلبلان از گل
گر خلد صد خار و بر پایش فغان و نالهش از دست گلچین جهان باشد داده فغان و نالهش از دست گلچین جهان باشد ادا دلبر دارم کتابش دلبر دارم کتابش از همه نازکتر است دلبر دارم کتابش از همه نازکتر است از گل و از سوسن و از برگی گل نازکتر است از گل و از سوسن و از برگی گل نازکتر است گفتمش یک بوست یا از لبت یا از رخت گفتمش یک بوست یا از لبت یا از رخت دوست داشتی چشم داری بسانی چهره لیلا بی خندد لاله در صحرا بسانی چهره لیلا بسانی دیدایی مجنون آی رزه 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 بارانی بهار رزه 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 بارانی بهار رزه رفته به دل برگوید چرا از ما میگریزه رفته به دل برگوید چرا از ما میگریزه از بالا باران آمد رزه 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 یارم به دالان آمد رزه 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 باغ و بهاری تازه رزه 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 اندر کنارم آمد رزه 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 بارانی بهار رزه 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 بارانی بهار رزه رفته به دل برگوید چرا از ما میگریزه رفته به دل برگوید چرا از ما میگریزه از دور نگارم آمد رزه 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 رنجیده یارم آمد رزه 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 باغ و بهاری تازه رزه 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 اندر کنارم آمد رزه 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 بارانی بهار رزه 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 بارانی بهار رزه رفته به دل برگوید چرا از ما میگریزه رفته به دل برگوید چرا از ما میگریزه
الله الله یاره من داغم یار دوست گندامکی خود روی درامه کردمه این یارکی ره دوری خبر کردمه این یارکی ره دوری خبردار نشد در پوشت و یاله ها درامه کردمه من داغم یار دوست گندم لاله میانی گندم لاله لاله عاشق شده‌ام به دختری قیغاله قیغاله این دختری قیغاله به من دل داره دل داره دو چشمی سیاه زبانی بلبل داره آه داره دو چشمی سیاه زبانی بلبل دارد آخر که تو به وفا بودی فهمیدم آخر که تو به وفا بودی فهمیدم شبانان قدری هم دیگر بدانه شرابی کش میشی می در پیاله گل سرخ و سفید و زردی لاله شرابی کش میشی می در پیاله دیگر کی میشود